نفران همکار چیکار کرده ایستاده تو؟ چیکار پای بچه؟ چیکار کردی تو همکار؟ چیکار کردم؟ حیاتت را جای دادم. چرا رو تو پراندی ابله؟ میکشم تو رو میکشم. بگی دست چیکار کردی؟ بشرف من تو رو میکشم تو رو. سرده مرا کمیسر دستگیرش کرده. سرده میکشم اون ابله رو. قریب برا بکش. شد من آرام شدم مرا رها کن. سردارم آرام شوید. خدا جان دو بیت ببینک همکار معذرت میخواهم به احساسات داده شدم. وقتی دختری نقابدار از دست دادم دیوانه شدم. خوب هستی؟ کنی ایست آنجا را ببینم. اوه بسیار بد می نماید. به نزد یگان طبیب رویم چی؟ به نزد دختر رفتم. کمیسر حمیدی مرد بیتون بسر آرام شوه. چیکار کرده ایستاده؟ آرام شوه. سردارم آرام شوید. چه خیل آدم هستن آنها؟ یگانه چیزی که من خواستم عدنان جسور رو به نزدم آرن. کاری خودم رو خودم مجبورم حل کنم. خیر این بار خودم رفته عدنان جسور رو میدوزدم. جسور؟ تو کی رو میدوزدی ها؟ اگر توانی انا بدوز. چی شده؟ خرگوش؟ از ترس تر کرده ای کو؟ نه ترس تو را بسیار لطکوب نمیکنیم. تو پروا نکن کمال برادر. من خودم این رو معیوب میکنم. کنی بیایید هر دویتان را لطکوب میکنم. ملیس را از کمال سیاه ابله نجات میدهم. جسور این چی میگوید؟ نمیشنوی مگر برادر؟ دوست داشته تو رو گپ میدهد. چی؟ دوست داشته من رو گپ میدهد؟ تمام شدی تو تکشی. ملیس به من میزیبد نه به تو. تو و عدنان مانعی به دست آوردن دل ملیس به من نشوید. یا خدایا ملیس کی است؟ برادر با خدای دوست داشته است. دختری دوست داشته مرا ها؟ تو خودت کی هستی؟ سرداری ابله ها هستی؟ ملیس مثل گل غنچه است، نازک و ظریف است. او را مگر من به تو بر این ابله کوچگرد میدهم؟ یا خدایا عدنان او چی میگوید؟ تکشی راست میگوید. مثل من نازک و نازک طبیعت. یا خدایا من چی ها گفته ایستادم؟ این تکشی به سرم بلا میشود. برادر چرا ایستاده ایم؟ این را هرچی زودتر لطکوب کنیم. این ابله نوبکار مرا دزدیدن میخواست. تو را به دام افتادن. همین طریق ملیس را از تو جدا میکرد. وای رو با وای. کنی این را بزنیم و به محله اشان برگردانیم. به محله خیتایی ها. من خیتایی نیستم، ژاپنی هستم. فراموش نکن. از هر دوی شما هم نمیترسم. من از عشقی که به ملیس دارم هر دویتان را میزنم. تو ایست کمال برادر. این آدم رو به من مون. من او رو میزنم. کنی نزدیک شو. یا خدایا سرم کفید. چه خیل مرد استید؟ ترسیدت ها؟ کنی گم شو از اینجا. آخر عدنان گذار این را. او ارزشی زدن را ندارد. من باز بر میگردم. ملیس از آن من میشود. گم شو از اینجا. گم شو. دف شو. نت شو. زود شد. آرام شو عدنان. ای خیریت که هایمو دختری فکچقتی چمن خلاص شدیم. جنگاور جانمون خلاص کرد. آمین. انا که جنگاور او دختر بهنه را میگیره و هجری ما سایرم قطی خانه دار میشود. جنگاور را در کجای بینم؟ اول تشکر میگویم. البته مینداری بکه. البته چی دپن؟ بسم الله. شما باز کی هستید؟ در محله ما چیکار میکنید؟ من میدونم چه خیل بگب میدروید. نه این خیل.
یزدان جان چی بلا بود؟ عجب استادم زیاد چیکار کرد؟ یک با او زنگ زنم. الو استاد زیو، استاد من این زها رو زدم، شما زهرا رو پیدا کردید؟ یافتم هجری. با دامل و زیو بودن شما باور نکرده؟ نه باور نکرد. استاد جانم، دیدید بسیار زیق شدم. استاد زهرا هم به نزدیکی حقیقت را میفهمد، پروا نکنید، غمگین نشوید. استاد نو به سرم یک سوال اومد، ممکن است پرسم؟ نپرس هجری نپرس. استاد در قروتاو گوشت انداختن جایز باشد یا نه؟ چی؟ همین قروتاوی گوشتی جایز است؟ الو ای مرک، الو استاد، الو کش تلفونه؟ خیلی مایلش سوال رو بعد میپرسم. بابا ای جنگاوره؟ اوه جنگاوره آزی جزا شما میتم. آفرونکن زن و را زن گم شوید. دفشه نیوجه. ای خدا را شکر شیخ، خدا را شکر. هی آفرین جنگاور کن تبزه. ما هم در برای تو صحبت داشتیم، آدم رو به یاد بیاری می آمده است. بچم مورا قرضداری کلان کردی، ای بلای کلان خلاص کردی. انا کو ای ما یک زیافت کلان برای تو. بیا خونه بریم. رفتیم بچم، یک آشی بمزه رفتیم. خانم تشکر گفتن لازم نیست، از راستی لازم نیست. من تنها یک چند کوچگرد رو زدم، یعنی باور کنید تشکر نگوید هم می شود. ای بچم تو چی میگوی؟ ای وقتی که تو هجری را از سنم جدا کردی، او ما از زمین تا آسمان ای تو می نداریم. رفتیم ایستید، شما چطور میکنید؟ تو چه خیلی آدمی خوب بوده ای جنگاور. همکار قریب بود مرا میکشتی، دیوانه هستی؟ حالا هم گردنم درد میکند. مراد ما حیاتو ترا نجات داد. هم خیلی می نداری بیان میکنی. دوستم بسیار درد دارد، کنه بینم کجاش درد میکند. دست بگی مراد التماس مرا نرد نزدیک نشو. رنگ میرالیش کم با کارات بگونی هم قرطق مجی خیلی نفس کشیدن نمیتونمه. داملو زیو بود است. من به تو نشان میدیم زیو رو. بگی دستم بیزار کردی نکیم تو. آرام شب همکار، خودت را به دست گیر. انا اومد دردی سری من. بگی بچم بگی، همه یمی در سرخانه برای خودت کردم. بگی بچه. وقتی که تو او دختر هجری جدا کردی، چیزی که بخوای ما اجرا میکنیم. میمون عطای خدای. دختر جان اکد ده زنگ بزه بگو تیز بیویا، شخصا خودش جنگ آورده تشکر بگه. تیز زنگ بزه. ای دختر تو شخصیده ایستاده؟ کی به ایستاده مطرح میگم؟ تو چه خیلی دختری مایی؟ یک تلفنم کرده نمیتونیه؟ بگی بچم، بگی بخور، بگی شرم نکن. بگی جنگاور جونه تلفن زنگ زدیسته. معذرت میپرسم، الو. ولی بفرمایید گوش میکنم. ولی فهمیدم، ولی حاضر در یک جای مهم هستم، مهمانم. تمام،
зуд ба макони ҳодиса меоям, дур наравед. جواب نمیدهد. آخه چه جواب نمیده؟ این جنگاور هر روز مهمانی مایی که او جواب نمیده. یک اسمس جواب که جواب ده عصبیم نکنن. ببخشید، من باید زود بیروم. مرا در مکان حادثه منتظرند. تعجیلا. نه نمیشه بچه. ای حاضر اومدی؟ نمیشه. ولی رفتنم لازم. ای نه بچه جونه خیلی نمیشه. هیچی نخوندی. ای پهلوه بگی بچه جون. بگی همه خیلی با مزه کی. چی بچه؟ نه که بچه من نمیمونم که تو برای. نه نمیمونم. هیچ کجا نمیرای. ما میمونم خیلی جواب نمیدیم. آقای سعدی بیا هممون یک جویا یک صورت خودروی بگیریم. ها کو دخترم بیا یک سلفی بگی. تو چی استادای؟ نمیشنوی اوچت چی میگه؟ تو یک صورت من بگی؟ ده بناشا من خودم میگیرم. ده کو یک سلفی انا بسیار زیبا. انا که این صورت چمن ستنگچه در روی که بنویس که دامادی تو در خانه ما افقاتای بمزه خورده سای افقاتای تو بقلش نیست. بنویس. خانم چمن دیوانه میشود. دیگزار دیوانه شود. او رویش کن آخی تو چه خیلی دانشگاه میخونی؟ چه خیلی فرزندی گب نگیری؟ همون صورت رویی که میگن نمیفهمی؟ ای حالم باورم نمیآید. آن مؤذن باز لباس جنگاور رو پوشیده اومده ما رو فریب کردن میخواست است. ای به خدا هر وقتی که به یادم میآید عصبی میشوم. زنک جان ها کنی از این یک بینشو آرام شو. نسبت جنگاور رشت برده است. برای همین که کرده است. گوش کن سنا. دیگر هجری قدمش رو به این خانه نمیگذارد دخترم. با تو اسمس آمد زنک جان. شنیدم خودیر کار نیستم. تو بسیار عصبی هستی. یا خدایا همش از پشت هجری است. ای با چشمونم باور نمیکنم. چی شده زنک جان؟ ای آخر داماد من در اون خانه چکار میکند؟ با سلفی کردند قادر. هجری در کجا است مادر؟ او رو نمیبینم کو؟ بس کن هجری گویی رو آخر. تو نمیفهمی مگر دشمنی من دامادی من رو از من جدا کرده ایستاده است. من رفته دامادم رو میگیرم. به خدا میگیرم. زنک جان در کجاید نینزه ها؟ در کجاید؟ نینزه حقیقی من هستم. بخیز بهتر بیا بخیز. با رنگ نورمدی کجل رفتور داری. آخه چرا با من خبر نمیدید؟ ابره چرا خیر میکنید با من خبر نمیدید؟ خانم تونی را تا فرودگاه برده زود از آنجا گشته آمدم. اگر در وقتش برگشته می آمدم جزایش را میدادم. خانم تولینا ایرپورت بردی پدر؟ برای چی؟ دختری تقایم نامزدی دارد، برای همین به خوجند رفت. از می دیونه تام ختم تولین میرفتی عصبم آرام میشده میرفتی اونجا شلشک خوجندی میزدی استراحت میکنی. خاموش باش بهتر بیا. خبر این نیزه ها را شنیده زود به اینجا آمدم. در کجا هستن آنها ها؟ آخر پدر جون عدنان همش رو لطو کوب کرد. برای همین با تو هیچ کس نموند. از همین لحاظ تو رو خبر نکردم. رحمت کمال برادر، میدانید همه آن نینزه ها را به قبرستان فرستادنی بودم، ولی دختری نقابدار آنها را به من نگذاشت. اگر میگذاشت همه آنها را نصف میکردم. ها جسور چهره دختری نقابدار را دیده توانستی؟ کمیسر مراد نامی او معلوم است. نقابدار چه خیل میدیدم. ها فهما امی کمال با می دیونگیش اصلا با خلطر مراد. ایچ خیلی سواله که چهره دختری نقابدار را دیدی یا نمراد؟ از بالای مسکه چه روشن میبینه؟ یا رب العالمین. یا خدایا توبه. شاید گردنت را زیر کردن به سرت اکسیژن نمیرود زبید؟ وقتی که ما جقیدم قطع اکسیژن نفس کشیدن نتونستی پروژه سر کی ویران شد بعدم خیلی حق سوال به عقل نمیتی. نمیدونم کی گلوی کی را زیر کرده است زبید. ما قرت کویت را جقیدم که یکتای مرا درباره دختری نقابدار حتی کمترین معلومات را فهمیدن میخواهم زبید. حالا هم معلومات میگن مرا تو مرا دیوانه میکنی. برادرم دختر نقابدار زورو شانلی است. چرا نمیفهمی؟ زورو شانلی زنده است آخر. یا فکر کن زورو شانلی دختر نقابدار
چند بار اومدم میلیس رو نجات داد. 2 بار. دختری امکیشه وگرنه برای چی نجاتش میتم؟ کمی فکر کن. این چی میگوید؟ سبسته نگو زبید. زهرا شنلی بوده است. یک حکایه رو همیشه نقل کردن دیلت رو نمیگیرد. دخترم زینب در کجاست؟ زینب در کجاست؟ راست گفت. زینب در کجاست؟ یا اینکه نینزه ها او را بودند. چی گفت است پدر؟ با او هیچ چیز نمیشود. از پشت او شده دختر نقابدار با من رفتاری خوب نکرد. تو چی گفتی است مراد؟ چی گفتنم رو میدونم مگر گلویم رو زیر کردی به سرم اکسیژن نمیرود. آرام شوید من حجرش رو میبینم. آنا خودش هم آمد. شام بخیر. زینب جون با می لباس رنگ دلوار کریم اوی او جون جگری مای خوب هستی؟ یا که زینب یگون مخلوق خفت کرد؟ خوبم با من هیچ چیز نشده است. بیا دخترم بنشین. بشی در برم. آخر با او هیچ چیز نمیشود. از برای خدا نینزه ها زینب را چیکار کرده میتوانند؟ به این هم او با من مشق جنگیدن رو میآموزد، کاراته رو. تو وهیمه نکن آخر جسور. من دستم رو به در زدم. هیچ چیز نشده است. در زدی؟ کویا بر بینم. زینب بخی بلنسد برام. آخر چی شده است با اون نینزه ها؟ عدنان رو چرا دوزیدن میخواستند؟ فهمیدید؟ فهمیدیم. ولی کی بودن دختر نقابدار رو نفهمیدیم. تو یگان فکر داری زینب؟ دختر نقابدار در کجاست؟ دختر نقابدار؟ مراد چند بار من با تو گفتم دختر نقابدار زهرا شنلی است. دختر نقابدار در حقیقت زهرا شنلی است؟ همون دوست داشته کلتکل است ها؟ به تربیه نمیگذاری که آن دختری بیچاره در قبرش آرامانه خواب کند. پدر جان این بچه‌تون کارگر کیگبی است. چیزی که من میدونم شما نمیدونید. مراد من در حقیقت در باره دختری نقابدار چیزی نمیدونم. به این هم تو در یگان مسئله چیزی رو نمیدونی. دنیا چپه شود تو پروا نداری. مراد اول اینکه دختر نقابدار رو تو از دست دادی، باز اومده اینجا مردم رو پرس و پاس میکنی. آخر تو چه خیل آدم شده ای مراد ها؟ ای راستی من دیگه ترا نمیشناسم. تو گپ نزن زبید. به تربیه دختر نقابدار از پشت تو گریخت. اگر او رو نمیپراندی من او رو دستگیر میکردم. در حقیقت کمیسر زبید تو چرا دختر نقابدار رو پراندی؟ آخر او مرا از دست نینزه ها نجات داده بوده؟ گوش کند نن میفهمونم. اگر دختر نقابدار رو نمیپراندم دختر نقابدار این ناشکر رو میپراند. با شرم حیا را نمیدونی در بین مردم زیدی ما گم میزنی جنابی مروده؟ بخدا براو. اگر همی از می دیوله نمیبود احوال تا بد میکردم. آدمی پست خودم رو به زور میدارم که این کمیسر رو نزنم. سردارم. بله سردارم. فهمیدم سردارم. بله او هم اینجاست. تمام سردارم. مراد خیز سردار زن یک مسئله مهم است. چه مسئله مهم است؟ دختر نقابدار دیده مسئله مهمتری نیست. تو بیرا من مانده شدم. دختر نقابدار رو دستگیر کردن. چی ها میگویی ها؟ در امنیت هست. منتظر ما است. رفتیم. یافتم. نهایت یافتم. این ابله رو ببین. ما رو یافته است گفته چقدر خوشحال شد. نمیفهمم من با این آدم چیکار کردم؟ رفتیم زبید. بخدا زوری مراد. ای راستی فقط در سرت فکر دختر نقابدار خیالی شده. اما دختر معقول تا دیوانه ای تو رفته میگویم. معذرت میخوایم. خیلی بده مجیره نمیخورم. بکشو بوی کشید معقول میشه. بو بکش چه میشه که تو نمیگیری؟ نقص معقول شد. بوش به مزه. ای آفرین دخترم. جناب من حاضر باید روم. بعدم باز میایم میشود. شام بخیر احمد. بچم هیچی نخوردی اولی بیل چمنی ستنچه میایم. چی؟ چمنی ستنچه؟
حالا نه اومدی جنگاور مگر میگذاریم که روی کنی بینشینه بشین. انا اومدن بنفشه در بکشو. ای کنی یک سوئیس تو در کجا هستی دامادی من؟ ای شو اومدی؟ دامادم ای دامادی من تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی دامادم؟ تو دامادی من هستی؟ دامادم رو دیهید؟ نمیمونیم اون مهمونی موای ما را ایادمای بد خلاص کرده. ای دامادم تو دامادی من هستی؟ چرا این زن رو خلاص کردی پسرم؟ البته خلاص کرد. چی با خلاص نمیکرده؟ جنگاور را نمیتیم. چرا دامادم ما را نمیدی؟ نمیفهمی؟ نمیتیم گفتم نمیتیم. این جنگاور مهمونی موای میفهمی یا نمیفهمی؟ جنگاور مهمونی ما است نمیدیم. جنگاور دامادی من است. این میمون سنم ارزش جنگاور رو نداره. دیوانه شیطانی تو نسبت من حسد میخوری. همین خیلی نسبت من رشک داری. کسی که به من عاشق میشود او رو هم رشک میکنی. هجری تمام شد و باز از پس جنگاور شدی. میمون سنم تو جنگاور رو جادو کرده ای وگرنه چرا با تو عاشق میشد است؟ نمیمونیم خونه ما بس کنه بس است. چیکار میکنه داخل؟ آدم های کلان ای بس. مادر جان گناه هست داخل. ای پسرم مادری تو من هستم. چرا تو این زن رو مادر جان میگویی؟ بله راست میگوید مادر جان. گناه هست نکنید. آفرین پسرم تنها مرا مادر جان گوی. پسرم بسیار شیرین است. بسیار شیرین است. ای زنک جنده شده او فقط تو را اوچه بگه. من در سین سالی اوچهشم مرم میتونه اوچه بگه. بس است آخیر کنی جنگاور رو با ما دیگه. جنگاور از که باز جنگاوری تو بوده است؟ به هجری چه خیلی که خیانت کردی؟ با این هم خیانت میکنی. در 2 دقیقه خیانت میکنی. عقلش رو خورده است. با این دختر باور کرده نمیشود. من شما رو آگاه کردم. گپایش رو شنیدید؟ گپایش رو تو کی هستی آخیر؟ تو چی ها میگویی؟ تو فت پریده؟ حاضر با تو نشون میدیم. کنی جرم به من؟ بس کنه از برای خدا این جرم ها رو کی در اینجا میگذارد؟ توبه بیچلیودا ماما انا همین دختر دیگر کندم رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من ترها را دستگیر میکنید. هر دو این زنها آدمهای تاجر و ثروتمند را به دام خود افکنده شانتاژ میکنند. اوف مراد به این زن نگاه کن. همین قشرینکی است که بسیار زیبا است. قسم میخورم همه را به دام میاندازد. همه را میلشپانه. همکار تو این را نگاه کن. مار کو بینیمش؟ ایتا بازیبایی که همکار چی کار میکنی ها؟ من تعروسی مرا بگی بزارت نه او رو اول من انتخاب کردم. بیده میگویم تو بچه یه من یه تو رسم رو بیده میگویم. بچه ها شما چی کار میکنید آخر ها؟
این زنها در کارهایشان بسیار ماهرند. تا حاضر قریب 40 نفر آدمهای ثروتمند را به دام افکندند، دلخوشی کرده، رسم گرفتند، تهدید کردند که رسمها را به زنهایشان میفرستند و پول گرفتند. مارها عروسه بینند. کنه بیده اون را. مرو تو چی به عقل داری؟ بته عروسه اینجا نببینه می دختر زیبی ما داره. این بینش روی سیاه موی سفید رنگ زینبه. ایت رنگ عالم ببیه زیبی تو داره. عالم زیبی من رو ندارد، فهمیدی؟ اون را بیده. ای بچه بگی دست به عقلی نکن. بچه ها چی کار میکنید؟ به خدایید. یا خدایا گوش کنید، هر دوی شما نقش دو ثروتمند و عروس باز را میبازید. با این دخترها شناس میشوید، بعدا هر دوی این دخترها شما را شانتاژ میکنند که در روی جنایت آنها را دستگیر بکنید. فهمیدیم سردار، فهمیدیم. کنی به من بیده. به عقل بدی عروسی مرا اینجا؟ عملیات رو برباد میدهی، به من بیده. برای چی عملیات محو میکردم من؟ همکار چیکار میکنی؟ اون دختر تو رو نگاه نمیکنه داخل. برای چی نمیکرده؟ پیر شده ای تو، نگاه نمیکنه تو. بچه‌ها شما چیکار میکنید؟ سردارم همین دختره که ما بگیرم. نه من میگیرم. برای چی تو میگرفتیش؟ هم دختر زیبی ما داره، نمیفهمی؟ همکار به من ده، دیوانگی رو بس کن آخر. ای جنگلم خیلی خودت خلاصه ببرون. کدام دختری که مدام معقول میشه مراد میگیرش. مراد همشه میگیره، همشه اینمی مراد میگیره. جان ما در نوک بنی آورده سردارم، نفس میگیره. جان ما در نوک بنی آورده. از بخیلی میگوید سردار. بچه‌ها به خدایت درباره عملیات یگان سوال دارید؟ من دارم سردارم. وزیر ما نقشی مردکی اویلدار، ثروتمند و عروس باز رو میبازیم. همین خیلی نیست؟ اولش که در کیسه ما یک سومون پول نداریم و اویلدار هم نیستیم. خیلی اویلدار هم میشوم، در نقشم هست. زینب میگیرم، توی مونم نزدیک اومدگه. عجب زینب زنی مشیده میتونه جنگلم گو در همی عملیاتم اگر زنی مشوه چی خیلی سر دارم. چی؟ خیلی عالم ببی زنی مراد شوه میشوه. بیهودگویی نکنید، این بار خاندار فلان نیست، نمیگذارم که عملیات را محو کنید. شما حاضر اینها را بگیرید و در حال به کار شروع کنید. گپ نیست جنگلم. سلنوس کالی زینب میگیرم اوی بینید میریزه. در چلیک زینب چله را میدوزم، مرادم دم میگیره. چیل روز توی میکنم، یک اول ای زینب میپرسم که روزی هست یا نه. بیهوده حوث میخوری همکار. زینب با تو خاندار نمیشود. اگه برای چی زینب زنی من نمیشیده؟ میگو زنی تو میشوم ها؟ زینب ای مای مراد یک گپت بگم. همین قارزو دارم که در توی ما و زینب روی تو را ببینیم که چی خیلی سرخ میشیده، تلخیت بکفه. به این خیل میشود زبید، به این خیل میشود. رنگ میمونی. آی بیا دامادم بیا. ببین خواهی میتوانی امشب در خانه ما بیمانی. خیر میلش خودت میدانی. ولی پگاه در خوراک شام منتظرت میشوم. حتما بیا دامادم. قابل داده نمیتوانم. هر لحظه کاری مهم میتواند براید. به خدا زیق میشوم. گوش کن، حتما منتظر میشوم. برای ما را همراهی کردنت تشکر پسرم. شب خوش. شب خوش دامادم. شب خوش. گوش کن جنگاور، با دامادم گفتنی های مادر و پدرم حوست نکند بس، چون که من با تو خاندار نمیشوم. جنگاور منو فهمیدی؟ با کی خاندار میشوی؟ با تو چی؟ برا کنی؟ بیرو زود بیرو. فهمیدی؟ فهمیدم. خوب تو چرا از روی تکشی شکایت نکردی؟ چرا شکایت میکردم مخیر؟ من دوست میدارم که او را بزنم. گوش کن، اگر شکایت کنم پلیس او را زیر نظارت گرفته محکم میکند. بعد او را زدن نمیتوانم. زینب، باری گذشته او را چنان لطوکوب کردم که تو باید این را میدیدی. ببین این خیل موش زدم، این خیل شتا زدم، بعدا یک کلای دیگر زدم. آرام شب چمپیون. میگوید که ما باید از ملیس دور شویم. آخر تو خودت کی هستی که میگویی از ملیس دور شوید ها؟ میدونی چی میگویم؟ با تو هم تکشی هم کامولیسیو عاشقند. حافظه کامولیسیو در جایش نیست، تو رو باید ندارد. اما تکشی با تو سخت دل داده است.
هر دویشون رو نمیخوام، هر دویشون رو میزنم. انا این خیل وا وا وا. آی زینب جون خوب هستی؟ تمام خوبم ملیس جان. ای معذرت میخوام، عقلم در جایش نیست آخر. با تو با این احوالت باز مشق میکنم من. خوبم کنی شین زینب، به اینجا شین. خوب هستی همین خیلی؟ میبخشی؟ خوبم. وای زینب، یک چیز به یادم اومد. آن دختری نقابدار کی باشد؟ 2 بار هست که حیاتی مرا نجات میدهد. یک بار از دست نینزه ها نجات داد، یک بار دیگر از نامزدیم. نی آخر این دختر کی باشد که به من یاری میدهد؟ نمیدونم آخر ملیس. کوبیگی برادر، نوشی جان. تشکر برادر. مقصد این که زهره تو را باور نکرده؟ زیخ شدم برادرم. گوش که برادر، با فکرم افتی نواد معقولش نشید. بینی تبین بوریکش کده، همه بینی کرچکمانان زور بود. ممکن خیلی روی نغز نبینه. شوکت بس کن سفسطگویی را. یا خدایا توبه، به این هم عصبی هستم. برای چه عصبی شدیسته؟ یا خدایا عیب ما چیه؟ با فکرم گفتکته یا خط شوکت زندگی میکنه یا خطی ما. سر و سیما نشو، آروم باش. گوش که برادر، شاید دختر نقابدار زهرا نیست. ما خطا فکر کردیم. وقتی دختر نقابدار زهرا گفتی تو، اورم با خودش گفت کوبه گوش کنم همین پدناله چی میگفته باشه؟ این خیل میشود مگر؟ 2 سال از پس اژدهار بود کو؟ ملیس را 2 مراتبه نجات داد. بجز زهرا کی بوده میتواند؟ به خدا به فکرم دلیل عمیق نداریم برادرم. اون نباشه چی؟ اگر دختر نقابدار زهرا نباشد هم زهرا زنده است. او را پیدا میکنم. اوه برادر، این چوجه کیه؟ با تو چی؟ رسم را با من ده. بدبخت، هر چی به تو گویم؟ تو زهرا را میابم گفته در گرد و اطراف همیشه داد میزنی، با شر نکرده عروس بازی میکنی. شوکت چی ها میگویی؟ چه خیلی عروس بازی؟ با همه چی کار داری؟ این عملیات است عملیات. یا خدایا توبه. این روسیوی نگفتی هیچ خیلی عملیات باشه؟ بدبخت ما را خبر کده خیلی عملیات رو خدمت کنیم. اخی گوش که برادر، خیلی عملیات رو گرزه ما حل کنیم. تو ای پس زهرا بشه. میابم شوکت، زهرا را میابم. نامره تلفن این عملیات ما دابطه محلش میکنم. تو ای پسش نشه دیگه. این خیل باشد من میخیزم. شبی خوش زبایم. با دقت باش ها. تو در را محکم کن که یگان کس نداروید. شبی خوش ملیس. کمیسر مراد، یعنی لباسی دومولوگی پوشیده مرا به دام افتانیدن میخواستی؟ مرا به جای ضعیفی هم زدنی بودی ها؟ نامی دوست داشتم را استفاده برده مرا دستگیر میکردی؟ من جواب این را از تو میپرسم. تو را به خودم عاشق میکنم، بعد ضربه سخت میزنم. انا به دومم افتادی. این آدم چی خیلی به من اهمیت نداد ها؟ عجیب، چه خیلی به من اهمیت نداد. به من هم اهمیت نداد. به خدا من بسیار حیران شدم. امیدوارم این رو به من میفهماند. انیق پیش یگان زن میرود. ببین چه خیلی پوشیده است. ملیسی عشقم،
тамоми шаб аз фикри ту ба чашмонам хоб наомад. барои як лаҳза дидани ту дунёро медиҳам. дишаб он такаши аблаҳро чӣ хел натукуб кардам. такаши? уф, ҳофизаи ин одам кай бармегашта бошад. бас аст охир. аз пӯшидани ин либосҳо дилгир шудам. он такаши нест магар? такаши? ӯ чӣ хел ҷасорат кардааст ки ба ин ҷо ояд? пеш даро. гули зебоям Мелис. аднани ҷасур ин қадар одами бешарм будааст. охир такаши, ба ту нагуфта будам ки дигар ба ин ҷо наёҳа? шатаҳои хурдаат басӣ накард. اینجا چیکار میکنی؟ باز شتا میخوایی؟ من به نزد تو ناومدم، برای دیدن ملیس آمدم. چیکار میکنی ملیس را؟ با تو چیه؟ از تو باید پرسم. البته از من میپرسی ابله. نفره که دوست داشته کمال سیاه رو با چشم بد نگاه میکنه چشمانش رو میکنم. عدنان ملیس دوست داشته من است. تو خاموش باش. نخندون مرا عدنان. مگر ملیس دوست داشته این میشود؟ ملیس مثل یک گل نازک و نازنین است. مثل ملیس بر این دختری زیبا در دنیا نیست. بس کن. مرا با این گپ‌هایت عصبی نکن. گم شو از اینجا. ملیس اینجا نیست. در کجا است؟ نیست میگویم، نمیفهمی. باید که او رو ببینم. هر ثانیه‌ای که او رو نمیبینم در نظرم مثل سالها دراز میگذرد. برادر این دیوانه شده است. یا خدایا بیمار است، چی است؟ نفهمیدم. عدنان ملیس همین است؟ ها همین. عدنان گوش کن. تکشی بسیار بچه خوب میتوبد. ملیس رو با او دیهم رود گم شود. چی گفته ایستاده برادر؟ مرا عصبی نکن. آخر عدنان این دختر بسیار خطرناک است. من این دختر رو با او میدیم رود. بگه تکشی این رو با خود گیر. رحمت چی کار میکنی برادر؟ بیا رفتیم آخر. رسم رو با من ده. نه نمیدهم. بیده رسم رو. مورم هم نمیدهم. رسم رو بیده میگویم. نمیدهم. بیا رفتیم. من این دختر رو با این دادم. رفت. بیا رفتیم. کمال سیاه تو چی کار میکنی ها؟ سلام همکار. سلام. معلوم شد که دخترها حالا هم نآمدند. زود روز عوض رفتن ممکن. اگر جوابشون داده باشه حاضر میرسن. مسخره باز. مرا گوش کن. وقتی دخترها آیند تو گپ نمیزنی. تنها با انگشتانت اشاره میکنی. اگه برای چی تو گپ میزدی؟ من هم دهان دارم، زبان دارم. از همه مهمش من تدخ شورترم. شد همکار، فهمیدم. آمادند. کاتش ما 200 میلیون دلار نقد کردن راستی گپ نفروخته باشه. گپزن نگاه دارم. همین خیال دوستم خوب کردی. میگم جورا بگونه نشود تا 100 میلیون دمیتمش. مصلحت میکنی. مرا نگاه داره؟ نه مرا نگاه دارم. اگر کرته اطلسشون بپوشونی رنگی سیجلال طاهر میشود. چشمکیم زده استه. اگر بفهمم که یک سامون نداریم چی میشیده باشه؟ همکار چرا تو رو نگاه میکردند؟ انگشترینت رو نگاه دارند. سفسطه نگو بچه بی اخلاق. این خیسنا پیش میلیونر آمده است. سلام جنابان، با شما نشستن ممکن است؟ چی بله؟ شما فقط امر کنین. مرحمت بشینید. 20 دقیقه بکشم. مرحمت بشید. تشکر. تشکری زیاد. جیک. سلام. السلام.
زبید مرم شما با من داشتم لیلی. من شیرین. مراد. زبیدم از شناسایی شدم. مایتده شدترم. من مراد هستم. مراد همین 100 میلیون در میتونید خونه را مراد و خاطرم بانوا مقیم منصور 65 میلیون دلار دادم کرته اطلس پوشیدن لباس دختری خاطر گرفتن رفتن روسیه قطعی هم ده کرته اطلس میره در مسکو سیتی نوزی جشن بگیرین من راستی اگه میگم دبی تون ببرم در سری برج خلیفه ببرم تون دبی تماشا کنین هر تا بالا برج خلیفه با پاراشوت با تگ میپارتیم. چی گفتی مراد؟ من به تو نگفته بودم که اینها اینجا عروس بازی میکنند. مراد این به تو هیچ نمیزیبد. چرا با من این خیلی رفتار کردی؟ با اون نگاه کن. زبید رو هم به خودش مانند کرده است. اگه مراد خودم خوب نیست بیچاره رو بیروحه کرده است. یگان چیزی دیگر میخوایی؟ باز شربت بیو. نوشی جان. یا خدایا دخترها باز او آمد با من چسبیده است دور نمی شود. این آدم با بتپرست مانند است میلیس. بگذار مانند باشد با ما چی نازیه با ما چی دخل دارد بتپرست بودنی او؟ من در جای خوانده بودم بتها هرگز دینشان رو عوض نمی کردن. یعنی تو با گویی که با جز مسلمان من با دیگر یک جو بودن نمی توانم. با فکری من انیق از تو دست می کشد. او نازیه این چه خیلی دانایی است. زهر بریم به خدا. کاش من هم می داشتم. یک چیز میگویم فکری گفته‌ات بد نیست. بله همین خیلی. سلام ملی. بیا ما از پای کار میشیم. تاکاشی سلام. سلام. گوش کن تاکاشی تو بسیار آدمی خوبی اما من با نفری که مسلمان است یک جا شده نمیتوانم. یعنی با این اویلم و نزدیکانم اجازت نمیدهند. چی؟ با فکرم از او خلاص شدم. یعنی مسلمان میبودم با من یک جا میشدی ها؟ البته چرا نمیشدم ولی از سبب که دینت رو عوض کرده نمیتوانی. غمگینم. یا خدایا نهایت خلاص شدم اخیر خلاص شدم. دخترها چه خبر تو؟ رفتیم جنابون ما میخیزیم به این هم بگاه با میخوریم. مایل من هم برام ورتلو و زپرفکه کنم بی کردم. روز بخیر. تا بازدید میگم اگه نمردیم شاید در خانه ملانیر استراحت میکنی. زنامون خارجه رفتن قصر کلان خالیه. اویلکم گرفتم تا سهر تی حساب شو میکنی. این خیلی باشد بگاه میبینیم. خیر بای بای. بای بای. خیر. خیر دخترها خیر. همکار تو هم اکتیوری خوب بوده ای. در 2 دقیقه دلی دخترها رو یافتی. من در این کارو تجربه زیاد دارم برادر. کم کم بیاد ترم میاموزن مراد. زبید دخترها به تو به انگشتی دستت عاشق شدن. ولی شمسی بچه مجید یوروپ هم میبره تلخیت میکفه. زینب آن دخترها کی بودند؟ کدوم دخترها؟ کدوم دخترها؟ مسخره بازی را بس کن. هر دویتون با اون 2 شیطانچه روی راست عروس بازی داشتید. زینب همش میفهمونم. چی رو میفهمونی اخیر؟ هر دویتون آشکارا خوشحالی داشتید. هیچ شرم نکردید؟ زینب من گناه ندارم. مراد گناهگاره. منم مراد بیراه کرد. من بچه نغزم. دخترها رو همه گفت که بیام بشینن. من نمیدونم چی به خیلی کار کرد. چی میگوی تو همکار؟ حقیقت رو بگوی آخر. بگوی در عملیات هستیم. عملیات؟ چه خیلی عملیات؟ در این عملیات باید این دخترانی را که آدم‌های ثروتمند را فریب میکنند دستگیر کنیم. در عملیات بوده است. تو کی رو فریب میکنی؟ تمام. مادامی که این خیلی است ما هم در این عملیات اشتراک کردن میخوایم. هرگز. عملیات پیشتر از پشت شما شده محو شد. به یادتون هست؟ تو برای چی خیلی میگوی همکار؟ خانم مالم راست میگوید. نقش ثروتمند اویلت‌دار رو بازی داریم کو
با ما هم سر در کار است. بخیر گمشه اولم بی او طرف بزن. گمشه تیز های زینب در این عملیات زنی مشه بخرمت. گورده تا بخرم زینب. التماس دارم عملیات زنی ما بشه. التماس میکنم زینب جان. من باشم زنی تو میشوم. انا ببینی که عملیات چه خیلی زور میگذره. نمیشود گفتم. سردار امنیت اجازت نمیدهد. در این عملیات شما نیستید. زبید رفتیم. زنک جان بیا تو رو به خانه ببرم بگو صحبت میکنیم. در خانه باشی یگان جون نبرو. پیش از اومدن من شما را زنگ میزنم. خب از دلی من. چی؟ خیلی مراد سازی دیگه نه از کارتون. نگاه کن عملیاتی گفتهشان دروغ است. اینها ما را آشکارا فریب میکنند. سایرام چرا صحبت کردن میخواستی؟ کنی گپ زن؟ هجری با تو باید یک چیزی مهم رو صحبت کنم. سایرام من چی گفتم؟ خیر چیزی گفتنی گپ زن آخر زود. میدونم که غمگین میشوی ولی من با تو خانه‌دار نمیشوم. چی؟ میدونم که غمگین شدی ولی من فهمیدم که دلم به تو مایل نیست. در عصر 21 چه خیلی گهواره بخش بازن؟ سعدی ای کورشید کو انا به نزدیکی خانه دار میشوم. شده که چه تمام یا اکه گفمونه محکم کنیم نبینن اون شرم نکنن. من دلم رو با دیگر کس بستم هجری. خدا رو شکر از سایرام جانم خلاص شد. سایرام دختری هوشیار کنی بگوی با کی دل بسته ای با کیه؟ با جنگاور. با جنگاور؟ کاش هنگامی نیزه ها رو زدنش او رو میدیدی. جوان مردی حقیقی یگید چونان با قوت بود که یک و یک بار دلم با او گرم شد. یا خدایا غیر امکان است. بیرو هجری اکنون تو رفته با سنم گپ بزن. او رو دوست میداری. بیرو. بله نزدیو میروم. لیکن با او دوستداریت رو گفته نمیتوانی. چه خیلی گفتنم رو نمیدونم سایرام. چند بار گفتم آن دختر رو تماما فهمیده نمیشود. مثل جنگاور بیشو بخیر کمی یگید بیشو جسور باش. چیکار میکنی؟ پیشش میروی درش رو این خیل میکوبی او رو خواستگاری میکنی. اگر ندیهن میره بایی گریخته میروی مثل جنگاور بیشو بخیر. بخیز. من میروم. ایست. با او بگوی که از جنگاور دور شود. جنگاور از من است. خدایا من اکنون چیکار میکنم؟ را هجری چرا ایستاده ای؟ را با او گپ زن. مایلش. جنگاور یگانه سلطان قلبم کی با تو با میخورده باشم. سنم میگویم. سنم برو باید صحبت کنیم. یا خدای توبه با او نگاه کن. احترامش کردیم با بالای سرمون برآمد. برای نو چیز کار نامزدی رو برهم میدهده. نه آخر کارش رو بین. توبه کردم خدایا. آخر گناه از من است. بسیار احترام کردم بسیار. با کی میگویم سنم؟ با بیرون برو. من اینجا منتظرم. یا خدایا در کجاست این دختر؟ سنم؟ خیر انگشترین رو پرتافتی گفته از شرم روبرویم برآمده نمیتوانی؟ پشیمانی فایده ندارد و اما من آدمی بی‌وجدان نیستم. سنم
нисбати ман хато кардӣ, аммо ба ту охирон имкониятро медиҳам. баромада аз ман бахшиш пурс. асабиям накун гуфтам, асабиям кардӣ. дили маро вайрон кардӣ. санам? санам? як сония. санам? як лаҳза истедед. илтимос истед. санам? модарҷон? модарҷон, ман омадам бипурсам ки аҷабо ягон эҳтиёҷ доред. бо садои баланд дод задам, фикр кардам ки хоб ҳастед, барои ҳамин вай кардам. яъне ҷору ана ба ту истед охир. баро модар мегӯяд. модарҷон, илтимос баро гӯш кунед. ҷавоб биде, ҷавоб биде. ана ба ту ин ҳама ҳақ. ба куҷо мегурезӣ? модарҷон, илтимос. ба куҷо мегурезӣ? исто, инҷа биё. بیا کمی اینجا بشینیم. بیا. بنفشه، من نهایت با هجری گپ زدم. درباره چی؟ دیگر او را دوست نمی‌دارم گفتم. چی؟ یا خدایا، شنیدگی هایم راست است؟ با گوش هایم باور نمیکنم. بنفشه، من دلم را به دیگر آدم بستم. به دیگر کرد؟ به یک یگیت بستم. زیبا چشم، جسور. ای خدای من، گویا که مرا تعریف دارد. نام این شخصی جسور؟ بله. سلطانی قلبم جنگاور است. جنگاور؟ چی؟ جنگاور؟ دیگر با میمون صنم کاری ندارم. چی کاری خواهد کردن گیرد؟ بله. بیا رویم. می رویم. آ جنگاوری لعنتی، آ جنگاوری لعنتی، تو چی خیلی دلی دوست داشته این مرا دوست دیدن میتوانی ها؟ من تو را میکشم. 5 ماه شد اویلیگ مونمتی ها؟ روسیا ای وقتی که سیره میدی اونا را دیده بود دیونا تر شده دیگه ما دا اویلیگ نیست. خیلی کار کردیم ما تو زن نمیگیریم دیگه. توبه کردم. بسیار درست میگویی برادرم، ما باید هر چه زودتر کار بیابیم. آها بابای قادره کو چیگه باشه؟ علما رو جمع کرده وقت چه مافیا جمع کرده ایسته باشه. چیگه پایی؟ ندونم. کافی است. از این پس خراشایی که جمع آوری میکنید به من میارید. در عکس حال جنگاور دامادم کاری ضروری رو میکند. جنگاور داماد من است. از این پس هوشیار باشید. مایل شکر رفتیم از پس کار میشویم. همکار سغره دلت پاک اینکی جای کار گفتی اینا پیداش کردیم جوره. نه البته برادرم، دل من پاک است. چیکار است؟ بفرمایید چای شما، شربتی آلوچه‌تان. تشکر. شاید مریسکی بودن زهرا را پنهان میکند. نوشی جان، یگان چیزی دیگر میخواهید؟ ملیس گپ زده میتوانیم؟ البته. درباره چی؟ درباره دختر نقابدار. ملیس
التماس در کجا بودن دختر نقابدار را با من بگوی. آخر مراد من دختر نقابدار را نمیشناسم. چرا نمیفهمی تو؟ باید گپ زنم میگویم. مرا فریب کردن نتوانستی، اکنون دخترم کم رو فریب کردن میخوایی ها؟ من تو را میفهمم. او برایت عزیز است و نمیخواهی او را به کسی تسلیم کنی. ولی با تو قول میدهم که اجازت نمیدهم که پلیس دختر نقابدار را دستگیر کند. با این نگاه کن، چه خیلی نقش میبوزدن؟ ملیس، میدانم به من باور نداری، ولی از تو خواهش میکنم گپ‌هایی که حاضر میگویم به دختر نقابدار برسان. همه چیزی که به تو گفتم درست بود. به تو در هیچ مسئله دروغ نگفتم. تو را بسیار دوست می‌دارم. التماس فهم تو را بسیار یاد کردم. چرا این خیل میکنی؟ چرا با من باور نمیکنی؟ به تو احتیاج دارم. لطفاً اینها را برسان ملیس. تشکر زیاد. چی گپ است؟ تو بازی کردن رو دوام ده کمیسر. بازی آخر رو من میکنم. بس است آخر. مادر و دختر قریب مرا میکشتن. این چی گپ است؟ میبخشید یک لحظه ممکن؟ من دامولای مسجد رو میجویم. چی کار میکنی دامولای مسجد رو؟ یک سوال رو میپرسیدم. سوال میپرسیدی؟ این بچه‌ای که آمده ایستاده است که هجری مؤذن مسجدی ما است. سوالت رو از اون میتوانی بپرسی. میبخشید یک سوال داشتم، ممکن است بپرسم؟ چه؟ استاد یک سوال مهم دارم. از صبح سرم رو گرم کرده است. دامولو، یک بچه به خاطر دختری دوست داشتهش دینش رو عوض کند جایز است؟ چی؟ جایز است دامولو میگویم. انشالله ملیس گفته هایم را میرساند. آخر من همه چیز را نقل کردم. شاید تأثیرش کرده باشد. آخر دختر امکش است. زهرا، کنی برا یک روی را بس کن. قربان چشمانت شوم. بله استاد، جایز است. باید این را از استادم پرسم. خوب، ولی شما دامولو نیستید ها؟ یک لحظه استاد، اینجا بیا. فقط خفقه گوش کش. سوال داری ها؟ گوش کن. بسیار مشغول هستم. بعد سوالت را میپرسی. استاد، اگر مرد برای دوست داشتهش دینش را عوض کنه جایز باشد؟ چی؟ من هم همین خیل گفتم استاد. پسرم، برای دختر دین را عوض میکند. این چی سوالی به معنی است؟ سوال این رفیق است. چه خیلی او پرسید با تو همون خیل گفتم. رفیق؟ بله، جایز است استاد. چه خیل؟ جایز است گفته پرسیده استاد است. پسرم، برای دختر دین را عوض میکنند. چی کار میکنی؟ از دین اسلام گذشته بود پرست میشوی مگر؟ نه استاد، به این هم او بود پرست است. میخواهد دین اسلام را قبول بکند. یعنی این خیل. جایز است. البته که جایز است. البته البته یعنی برای دختر دین را عوض کردن جایز است. چه خیلی که نباشد عشق حسیات زیبا است. دختر سبب کاری خیر شده است. تو وقت را از دست نداده زود دینت را عوض کن. میلش انشاءالله مبارک می شود. خدا از شما راضی باشد استاد. از هممون هجری. بسیار استادی دانشمند. اینها چی هست؟ سوال هستند؟ نه، محصولاتی که اینشان برای خوراک باید گیرم که اینجا نوشته فراموش نکنم.
хати арабиро ранги пай-пой мурча навиштаӣ. ман хати арабиро хуб медонам. ту субасиро мешиносӣ? субасии моро мегӯӣ? бале, ӯ ҳамсояамон аст. رفتم باره آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من. ба канали Шаҳноз Медиа обуна шавед ва гузоштани лайкро фаромӯш насозед. маркази омӯзиши Кабир скул барои хоҳишмандон ҷиҳати омӯзиши забонҳои бонуфузи хориҷӣ аз ҷумла англисӣ, русӣ, хитоӣ, кӯриёӣ, олмонӣ ва туркиро ба роҳ мондааст. илова бар ин дар ин марказ курсҳои омӯзиши барномаҳои компютерӣ ва муосибӣ бо барномаи 1С низ таълим дода мешавад. инчунин ба довталабон курсҳои махсуси тайёрӣ барои аз худ кардани саволномаҳои тестӣ ҷиҳати дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар фароҳам оварда шудааст. омӯзиши фанҳои дақиқ аз қабили физика, алгебра, биология ва амсоли ин дар марказ бо ҷалби омӯзгорони бо таҷриба ва дорои тахассуси баланди касбӣ сурат мегирад. синфхонаҳо бо муосиртарин айёниятҳои таълимӣ муҷаҳҳаз мебошад. маврид ба таъкид аст ки дар марказ курсҳои томактабӣ низ пешбинӣ шуда ба онҳо мураббиёҳои соҳиб тахассус тарбия медиҳанд.